ویتنام با نام رسمی جمهوری سوسیالیستی ویتنام کشوری در جنوب شرقی آسیا است. این کشور با مساحتی حدود 331699 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 97 میلیون نفر یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان است. پایتخت ویتنام هانوی و بزرگترین شهر آن هوشیمین است. ویتنام دارای تاریخچه‌ای غنی و فرهنگی متنوع است. این کشور از اوایل دوران پارین سنگی مسکونی بوده و نخستین دولت شناخته شده ویتنامی در حدود هزاره نخست پیش از میلاد در دلتای رود قرمز شکل گرفته است. فرهنگ ویتنامی ترکیبی از تأثیرات بومی و خارجی است. زبان رسمی ویتنامی‌ها زبان ویتنامی است. ویتنام سرزمین زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی بی‌نظیر در قلب جنوب شرقی آسیا واقع شده است. این کشور با تاریخ غنی و پیچیده خود از جنگ‌های طولانی گرفته تا فعالیت‌های فرهنگی متنوع داستان‌های فراوانی برای گفتن دارد. ویتنام با سواحل شنی طلایی و مناظر کوهستانی خیره کننده‌اش همچون هالونگبی گردشگران را به سوی خود جذب می‌کند. غذاهای ویتنامی با طعم‌های تازه و عطرهای قوی هر کسی را وسوسه می‌کند. فو به عنوان معروف‌ترین سوپ نمونه از هنرمندی‌های آشپزی این کشور است. مردم ویتنام با مهربانی و مهمان‌نوازی همیشه آماده‌اند تا داستان‌های خود را با گردشگران به اشتراک بگذارند. بازارهای شلوغ و نقاط تاریخی نشان دهنده زندگی پویای این کشور هستند. ویتنام با طبیعت تماشایی و فرهنگ غنی‌اش شما را به دنیایی از جادو و زیبایی می‌برد. سفر به ویتنام تجربه‌ای است که فراموش نشدنی خواهد بود. کشوری که همچون نگینی درخشان در دل آسیا می‌درخشد. از کوه‌های سونترا تا آبشارهای بنگای هر گوشه‌ای از این سرزمین زیبایی خود را دارد. ویتنام سرآغازی است برای ماجراجویی و کشف ناشناخته‌ها. با هر قدمی که برمی‌دارید دنیایی از شگفتی‌ها در انتظار شماست. در ویتنام فرهنگ‌ها و سنت‌ها همچون رنگ‌های یک تابلو هنری در هم آمیخته‌اند. از شالیزارهای برنج تا بناهای تاریخی هر جزئیات داستانی را روایت می‌کند. اگر تا اینجای ویدیو از اون خوشتون اومده لطفاً ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. سکوت جنگل‌های انبوه و صدای زندگی در بازارها تضاد زیبایی است که ویتنام رو متمایز می‌کند. آفتاب درخشنده بر فراز سواحل و صداهای طبیعت روح شما را نوازش می‌کند. در هر گوشه از این کشور فناوری و سنت در کنار هم به زندگی می‌پردازند. ویتنام نه تنها مکانی برای سفر بلکه تجربه‌ای برای دل و روح است. جاذبه‌های تاریخی چون تاج محل و معبد ادبیات هر بازدیدکننده‌ای را مجذوب می‌کند. فرهنگ ویتنام نه تنها در نجابت مردمش بلکه در موسیقی جشن‌ها و رقص‌ها نیز نمود دارد. از جزایر نیکو تا کوه‌های دالات هر یک به نوعی داستان خود را دارند. شعر و ادبیات در دل مردم ویتنام زنده است. آنها زندگی را با واژه‌ها و احساسات دقیق روایت می‌کنند. سفر به ویتنام نه تنها تجربه‌ای برای دیدن بلکه سفری در عمق احساسات انسانی است. آغوش ویتنام همیشه به روی مسافران باز است و هر قلبی را عشق و دوستی در بر می‌گیرد. بازارهای ویتنام بسیار پرجنب و جوش و متنوع هستند و تجربه منحصر به فرد از خرید و فرهنگ محلی را ارائه می‌دهند. ماساژ در ویتنام یکی از تجربه‌های محبوب و آرامبخش برای گردشگران و مردم محلی است. ویتنام دارای مراکز ماساژ و اسپاهای متعددی است که انواع مختلفی از ماساژها را ارائه می‌دهند که برخی از معروف‌ترین انواع ماساژها عبارتند از ماساژ سنتی ویتنامی، ماساژ با سنگ‌های داغ، ماساژ با روغن‌های معطر. این سرزمین به معنای واقعی کلمه تلاقی تاریخ و آینده است. ویتنام کشوری است که باید آن را احساس کرد، نه فقط دید. از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید از شما بسیار متشکریم و امیدواریم که از دیدن اون نهایت لذت رو برده باشید.